صنعت سیمان 30% بیش از نیاز کشور سرمایه گذاری کرده و نباید در تأمین سیمان کشور به مشکل بر بخوریم. امیدوارم در این شرایطی که این کل محدودیت رو به محض ناترازی به تولید بدیم و تولید فچه‌دار کنیم، تجدید نظر کنند تمام در واقع تفکر ارشد کشور و با معظم رهبری که هر سال واقعا به تولید توجه می‌کنه و اعلام می‌کنه، در پایین دست اولا داره این رعایت نمیشه و به محض محدودیت اولین جایی که داره هدف میگیره برای توقف تولیده. این که به سادگی تو که متوقف میکنیم بود اینکه تبادل در نظر بگیریم و جزیره فکر کنیم، هر بخشی برای خودش فکر کنیم، خب ما از این شرایط تولید مستمر میفتیم و این اتفاقات در خواهد